خب دوستان، همونطور که می‌بینید اینجا در فاصله چند کندل به ما 2 تا سیگنال بای داده و اگر اینجا وارد می‌شدیم میتونستیم تا 80% ما سود به دست بیاریم داخل بیت کوین. همونطور که می‌بینید داخل همین لایو بازار همین الان هم به ما سیگنال بای داده و همونطور که می‌بینیم بیت کوین روند صعودیش رو داره. همونطور که می‌بینید تقریبا همه روندها رو اومده گرفته با بای و سل به ما سیگنال داده. سلام دوستان عزیزم، من مسعود ایدری هستم. اینجا کانال مسعود تریده. این جلسه اومدم یه استراتژی معاملاتی بهتون معرفی کنم که وین ریت حدود 60 تا 70% داره. فقط نکته‌ای که آخر ویدیو میگم رو از دست نده، چون با اون نکته میتونی وین ریت استراتژی رو 2 الی 3 برابر بکنی. خب بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اومدیم روی چارت. تنها کاری که باید بکنیم این که توی قسمت اندیکاتورها یوتی بات رو سرچ بکنیم و از اینجا یوتی بات آلرت رو همین نسخش رو اجرا میکنیم. خب اندیکاتور دوم رو که به این اسم هست رو ما میایم اینجا به چارت اضافه میکنیم. دوستان اینجا تنظیماتی که باید انجام بدین، اندیکاتور اولمون رو تنظیماتش رو باز میکنیم، مورد اول رو روی 2 و مورد دوم رو روی 7 قرار میدیم. کار دیگه که باید بکنیم این که بریم نمودار خود تریدینگ ویو رو مخفی بکنیم. میایم این قسمت این 3 نقطه رو میزنیم و هاید رو کلیک میکنیم. الان اومدیم رو لایو نمودار بیت کوین، همونطور که میبینید روی نمودار دیلی هستیم و این اندیکاتورها هر موقع که این شکل یعنی سل برای ما اومد ما میفروشیم و هر موقع بای اومد ما باید بخریم. خب دوستان، همونطور که میبینید اینجا در فاصله چند کندل به ما 2 تا سیگنال بای داده و اگر اینجا وارد میشدیم میتونستیم تا 80% ما سود به دست بیاریم داخل بیت کوین. همونطور که گفتم وین ریت این استراتژی و این اندیکاتور قابل قبول است. همونطور که می‌بینید داخل همین لایو بازار همین الان هم به ما سیگنال بای داده و همونطور که می‌بینیم بیت کوین روند صعودیش رو داره. خب دوستان، همونطور که اینجا رو می‌بینیم مثلا اینجا چند تا سیگنال که به ما داده، همونطور که می‌بینید تقریبا همه روندها رو اومده گرفته با بای و سل به ما سیگنال داده و همونطور که می‌بینیم ما سیگنال خطایی من اینجا نمی‌بینم و مثلا این سیگنالی که به ما داده همونطور که این سود خیلی زیادی داشته، از اون بالای روند تونسته این رو بگیره. خب دوستان بریم سراغ اون نکته آخر که قرار بود بهتون بگم. شما میتونید این استراتژی و این اندیکاتورها رو ترکیب بکنید با مباحث پرایس اکشن. مثلا میتونید حمایت و مقاومت ها رو بکشید یا میتونید طبق روند معامله کنید که این باعث میشه سیگنال های این استراتژی چند برابر سوددهتر بشن. خب به عنوان مثال اگر ما بیایم اینجا این کانال رو بیایم بکشیم، همونطور که می‌بینید سلی که به ما داده دقیقاً روی سقف کانال هستش و این یه دلیلی برای ما میشه که با اطمینان بیشتر بیایم وارد این معامله بشیم و حتی میتونیم اگر این کانال رو کشیدیم دیگه این سیگنال ها رو دیگه وارد نشیم چون روی سطح مهمی از نظر ما نیستن. و همطور که میبینید سیگنال هایی که روی این کانال به ما داده شده تقریبا همشون یا دقیقا همشون درست بودن و سود خیلی خوبی به ما دادن. خب دوستان، کانال رو حتما سابسکرایب بکنید، آموزش های بعدی رو از دست ندید. موفق و پرسود.